گریه نکردن از سختی دل است و سختی دل از گناه زیاد است. گناه زیاد از آرزوهای زیاد است. آرزوهای زیاد از فراموشی مرگ است و فراموشی مرگ از محبت به مال دنیاست. ضمن محبت به مال دنیا سرآغاز همه خطاهاست. مردم را با لقب صدا نکنید، روزانه از الله معذرت خواهی و توبه کنید. خدا را همیشه ناظر خود ببینید و لذت گناه را فانی و رنج آن را طولانی بدانید. بدون تحقیق قضاوت نکنید و اجازه ندهید نزد شما کسی را غیبت کنند. صدقه دهید، چشم به کیسه مردم ندوزید. شجاع باشید، مرگ یک بار به سراغتان می آید. کوشش کنید بعد از خود نامی نیک به جای بگذارید. دل را زیاد سخت نگیرید و با علما و دانشمندان با عمل ارتباط برقرار کنید. مکار و حیله‌گر نباشید، حامی ضعیفان باشید. اگر می دانید کسی به شما قرض نمی دهد، از او قرض نپرسید. نیکوکار بمیرید، خود را نماینده خدا در امر دین بدانید و فحاش و بزلگو نباشید. بیشتر از طاقت خود عبادت نکنید و رحم دل باشید. با قرآن آشنا شوید تا می توانید به دنبال حل مشکلی های مردم باشید. وقتی پرنده زنده است مورچه ها را می خورد و وقتی که می میرد مورچه ها او را می خورند. زمانه و شرایط در یک لحظه می تواند تغییر کند در زندگی. هیچ کس را تحقیر یا آزار نکنیم. شاید امروز قدرتمند باشیم اما یادمان باشد زمان از ما قدرتمندتر است. پس خوب باشیم، خوبی کنیم. از یک صحابه پرسیدند نزدیک و نزدیکتر، عجیب و عجیبتر چیست؟ سخت و سختتر چیست؟ فرمود واجب اطاعت از الله و واجبتر از آن ترک گناه است. نزدیک قیامت است و نزدیکتر از آن مرگ است. عجیب دنیا و عجیبتر از آن محبت دنیاست. سخت قبر است و سختتر از آن دست خالی رفتن به قبر است. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.